تا حالا دقت کردی تقریبا هر شب سر یه ساعت خاص از خواب میپری و میری دستشویی؟ انگار بدنت یه زنگ مخصوص رو به صدا در میاره. پشت این موضوع یه سری دلایل علمی خیلی دقیق وجود داره که من میخوام توی این ویدیو ساده و واضح و علمی بهت بگم که چرا این اتفاق میفته. و مهمتر از همه این که میتونی چطوری کاملا کنترلش کنی و شبها بدون بیدار شدن بخوابی. اولین دلیل ریتم شبانه روزی یا همون ساعت داخلی بدنه. بدن ما طبق چرخه 24 ساعته کار میکنه، یعنی هر بخشی از بدن از جمله کلیه بر اساس همین چرخه فعالیتش رو تنظیم میکنه. شبها بدن برای اینکه یک خواب عمیق داشته باشیم سرعت ساخت ادرار رو کاهش میده. اما نکته مهم اینه که چرخه خواب ما شامل دوره‌های خواب سبک و عمیق هستش و معمولاً هر شب تقریباً توی زمان ثابت وارد خواب سبک میشیم. این یک ریتم طبیعی برای هر بدنی هستش. اگه تو همین زمان مثانه کمی پر باشه ناچارا بیدار میشی و چون این چرخه هر شب تکرار میشه احساس میکنی که همیشه یه ساعتی از شب مثل ساعت 3، 4 یا حتی 5 بیدار میشی. یکی از مهمترین عوامل هورمونی به نام ADH یا ضد ادراریه. همون جوری که از اسمش برمیاد هورمون ADH باعث میشه که تو شبها کمتر ادرار بسازی. این هورمون حساسی و به چند تا چیز به هم میریزه. مهمترینش استرس و اضطرابه. مصرف کافئین مثل چای، قهوه و انرژیزا، مصرف نمک زیاد، سن بالا یا حتی خواب بیکیفیت، یا حتی باید در نظر داشته باشیم که دمای نامناسب اتاق باعث میشه که اختلال هورمون ADH رو داشته باشیم. وقتی مقدار ADH بیاد پایین کلیه‌ها وظیفه‌شون رو مثل روز انجام میدن، یعنی فکر میکنن باید ادرار بیشتری رو تولید کنن. این یعنی نصف شب بیدار میشی و میری دستشویی و چون این اتفاق چند شب پشت سر هم تکرار میشه ساعت بیداری تبدیل به عادت ثابت میشه. بدن ما خیلی سریع شرطی میشه، مثل همون آزمایش معروف پاولف که سگ با صدای زنگ بزاق ترشح میکرد. اگه 3 یا 4 شب پشت سر هم ساعت 4 صبح پاشی بری دستشویی بدنت همون ساعت خواب سبک ایجاد میکنه و حتی اگه مثانت کامل پر نباشه مجبور میشی بری دستشویی. به همین خاطر بعضیا دقیقاً هر شب همون ساعت بیدار میشن و میرن دستشویی. این به خاطر یک مشکل پزشکی نیست که بخوای نگرانش بشی، فقط به خاطر اینه که بدنت برنامه گرفته ساعت 4 صبح بیدار شه و بره دستشویی. من سعی میکنم آخر همین ویدیو به صورت مختصر درباره آزمایش پاولف به شما توضیح بدم. مورد بعدی دمای بدن و نقش عجیبشه. دمای بدن شبها به پایین ترین حد ممکنش میرسه، معمولاً بین 2 تا 4 صبح. وقتی دما میاد پایین جریان خون تو بعضی قسمت‌ها تغییر میکنه و کلیه‌ها از قضا کمی فعالتر میشن. این یعنی تولید ادرار بیشتر دقیقاً تو همین بازه زمانی. به همین دلیله که خیلی از ماها دقیقاً بین ساعت 2 تا 4 صبح ناچارن بیدار میشیم و میریم دستشویی. خب حالا میرسیم به مهمترین بخش، راه حلایی که واقعا جواب میدن و توی مطالعات علمی ثابت شدن. اولیش اینه که 3 ساعت قبل از آب چیزی نخور. منظورم مایعاته، نه آب، نه چایی، نه قهوه. فقط اگر تشنه شدی در حد 2 الی 3 تا جرعه. مصرف نمک تو کم کن. این دومین مورده. نمک میتونه نیمه شب بدن تو مجبور به دفع آب اضافه کنه. نکته سوم، کافئین رو بعد از ساعت 5 عصر حذفش کن. چای، قهوه، نسکافه، نوشابه و انرژیزا میتونه همه اینا چرخه ADH رو مختل کنه. دمای اتاقت رو بین 20 تا 22 درجه نگه دار. اگه یادت باشه گفته بودم که بین ساعت 2 تا 4 صبح بدن به پایین ترین حد دمایی خودش میرسه و اتاق خیلی سرد کلیه رو فعالتر میکنه و باعث میشه که تو ادرار بیشتری داشته باشی. قبل خواب
2 بار دستشویی برو، 1 بار و 5 دقیقه بعدش 1 بار دیگه. این روش هم یه جورایی ثابت شده است. و مورد بعدی، ساعت خوابتو باید ثابت کنی. وقتی خوابت منظم باشه، چرخه خواب سبک و عمیقت هم منظم میشه. این موارد میتونه کمک کنه که حداقل شبا دیگه نخواهیم بیدار بشیم و به خاطر دستشویی از خوابمون بزنیم. خب حالا وقتشه کمی راجع به آزمایش پاولف و شرطی شدن توضیح بدم. ایوان پاولف، دانشمند روسی، روی سگ‌ها آزمایشی را انجام داد. او هر بار قبل از دادن غذا صدای زنگ رو پخش می‌کرد. بعد از چند بار تکرار، سگ‌ها فقط با شنیدن صدای زنگ هم آب دهنشون راه می‌افتاد، حتی اگه غذایی هم وجود نداشت. یعنی بدن به 1 ساعت صدا یا موقعیت عادت میکنه و بدون اینکه لازم باشه دلیل واقعی وجود داشته باشه، همون واکنش قبلی رو تکرار میکنه. همین اتفاق برای بدن ما هم میفته. اگر مدتها هر شب حدود 1 ساعت مشخص بیدار بشیم و بریم دستشویی، بدن شرطی میشه و از اون به بعد سر همون موقع ما رو بیدار میکنه، حتی اگه نیازی به دستشویی رفتن داشته باشه. در انتها باید از شما تشکر کنم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم این ویدیو تا اونجایی که باید به کار شما اومده باشه و اگر از این مشکل رنج میبرید یا اطرافیانتون کسی هستن که از این مشکل رنج میبرن، بتونن این مسئله رو حلش کنن. این ویدیو اولین ویدیو من در یوتیوب بود و ممکنه نقصایی مثل صدا، تلفظ و حتی ویدیو داشته باشه. تلاش میکنیم که توی ویدیوهای بعدی بهتر و بهتر بشیم. ممنون از همراهی شما.